رسیدیم به اینجا شرایط مرزی، یه باندری کاندیشن که داریم خدمت دوستان باید عرض کنیم. شرایط مرزی در واقع به چند دسته تقسیم میشه. شرایط مرزی برای محیط اینجا این کانداکتیویتی رفرنس، اینم مشتق این که به این صورت بیان میشه، اینم H کانوکشن، اینم سورس ترمی که میتونه در سیستم ایجاد بشه. خب در این رابطه ای که الان شما میبینین، رابطه 12-15 که الان شما میبینین، آی جی رو بهش میگن اسکیل فاکتور یا ضریب مقیاس. اف کای رف رو بهش میگن ضریب هدایتی مرجع که به صورت K1 K2 با 3 میتونه انتخاب بشه. دلتا رو بهش میگن 0 یا 1 بهش میگن. دلتای کرانکر معروفه که دلتا میتونه 0 باشه یا 1 باشه که دلتای کرانکر و به عنوان باندری کاندیشن نوع اول لحاظ بشه، که اگر من در نظر بگیرم یعنی شرط مرزی نوع اول به دست بیاد. روند به روند ان استار مشتق تعریف شده معادله بالا، انتخاب علامت مثبت یا منفی در معادله به این وابسته است که جهت نرمال است یا خارج از نرمال. خب اینها مسائل چی هستند؟ مسائل نوع اول یا دوم. حالا مثال ببینیم. مثال اول تو این مثالی که ما داریم در نظر بگیریم. این مثال چی میخواد بگه؟ میگه شرط مرزی جابجایی در یک ورق غیر همسانگر، این convection boundary condition این ایزوتروپیک اسلاب یعنی ورق، غیر همسانگر آن ایزوتروپ. پس چی میخواد در اینجا؟ شرط مرزی نوع سوم برای یک ورق غیر همسانگر، این میگه ما مینویسیم باندری کاندیشن نوع سوم رو برای ورق غیر همسانگر در سطح x برابر با 0 x برابر با l غیر همسانگر در سطوح مرزی x برابر با 0 x برابر با l رو می‌نویسیم. برای دستگاه مختصات مستطیلی می‌خوایم این شرط مرزی رو اعمال کنیم. خب برای این کار این رابطه رو نگاه کنیم. این رابطه مثال این رابطه ما می‌نویسیم این عبارت، همون معادله‌ای که شرط مرزی که الان بالا خدمتتون عرض کردم. فرمولش چی بود؟ فرمولش اینو داریم می‌نویسیم. اینو در نظر گرفتیم. این عبارت رو باز کردیم. شده اینو قرار دادیم اینجا، شده اینجا. اینه که در نظر گرفتیم به شرط اینکه کای رفرنس ما چند باشه؟ کای 1 باشه. کای 1 تون رابطه قرار دادیم میشه این به اضافه برابر با F1. اینم برای زمانی که x برابر با 0، یعنی جریان از چپ داره میره به سمت راست، جریان سیال داره وارد سیستم میشه. عرض کردیم هر موقع جریان طبق این فرمول مثبت منفی رو شما دلتا یا 0 یا 1. اگه 0 باشه شرط مرزی نوع اول میشه، اگه 1 باشه شرط مرزی نوع سوم میشه. اینا رو قبلا تو بخش شرط مرزی خدمتتون عرض کردیم. اما اگر جریان سیال وارد صفحه بشه، مثل اینجا میکشم خدمتتون ببینید، اینو در نظر بگیریم. ببینید این شرط مرزی این اسلاب باشه، یک اسلاب یا ورق. اگه جریان وارد بشه اینجا در x برابر با 0 اینجاست، این قسمت منفیه. این صفحه ما اگه باشه این میشه منفی، این منفی خواهد. اگه جریان از اینجا خارج بشه این میشه چی؟ مثبت خواهد. پس مثبت منفی رو من
منفی مثبت، منفی یعنی که وارد شده، مثبت یعنی خارج شده. یعنی مثال میخوام بگم، شما میخوای وارد اداره بشی، اداره بشی همه مخالفن، همیشه منفیه. وقتی از اداره میخوای خارج بشی همه موافقن. من مثلا یه ترمیم بخوام بازنشسته همه موافقن، میره یه قرون پول اضافه حق و تدریس بر ما اضافه میاد، همه موافقن. پس جریان یاد باشین. الان ببینیم برای این حالت کای رفرنس برابر با این باشه، ما معادله رو اینجا می نویسیم، میشه به این صورت. به اضافه این قسمت ورودی منفیه، در x0 منفیه، x0 بعد این f1، این خروجی xl مثبت میشه که در این رابطه این به این صورت نوشته میشه، اینم به این صورت، اینم به این صورت، اینم به این صورت، که اپسیلون رو گفتیم کای آی جی مثلا اپسیلون 0 و 1 و 2 مثلا میشه 1 و 2 تقسیم بر کای 1، اپسیلون 1 و 3 میشه 1 و 3 تقسیم بر کای 1. اینا قرار میدیم تو رابطه بالا مثال این مسئله به دست میاد. شرط مرزی نوع اول به دست. مثال بعدی رو به آنالیز بفهمید. مثال اول بود، مثال دوم رو خواهیم بود از نوع همسانگرد و غیر همسانگرد. این رابطه رو ما داریم. خب مثال دوم اینه. این مثال دوم برای چه زمانیه؟ در یک استوانه غیر همسانگر. اینجا نوشته کانوکشن باندری کاندیشن این آن ایزوتروپ سیلند استوانه غیر همسانگر. اکنون شرایط مرزی نوع سوم رو برای جریان سیلند آن ایزوتروپ در آر برابر با آب، آر برابر با بی، دو تا شعاع و در این سیلند بررسی کنین شرط مرزی. این اسکیل فاکتوری که در نظر برای سیلند این حالت رو شما دارید تو رابطه قرار یه چنین عبارتی خواهد مشابه همون حالت. ورودی چون هست منفی، خروجی مثبت، کای رفرنس هم همینه، این چنین عبارتی. و در نهایت میشه این جمله‌ای که اینجا در نظر گرفتیم، این ورودیشه آر برابر با آ، این ورود خروجی آر برابر با بی، شبیه همونه، معادله دقیقا شبیه همونه، میشه این حالتی که در نظر گرفتیم. پس ما به راحتی میتوانیم شرایط مرزی نوع سوم رو برای استوانه توخالی غیر همسانگرد با شرط مرزی آر برابر با آ و آر برابر با بی بنویسیم در دستگاه مختصات که اسکیل فاکتوری آنها آ1 1 آ2 آر آ3 1 هست. اگر این حالت ها رو در نظر بگیریم معادله ما در حالت کلی به این حالت که الان ملاحظه بفرمایید به دست می آید. حالا ضرایب مقاومت گرمایی بحثی که میخوام بکنیم تحت عنوان این عنوان ترمال رسیستنس کوفیشنتس، ضرایب مقاومت گرمایی رو میخواییم لحاظ بکنیم. یک لحظه بچه ها.
تحلیل قرار بدیم. خب اینجا تحت عنوان ترمال کانداکتیویتی و ترمال رزیستیویتی بررسی بکنیم که ما بعضی پارامترهایی که داریم اینا هستن و پارامترهای بسیار مهم و حیاتی رو برای اینا در نظر میگیریم. هر مؤلفه اشار حرارتی که برای این در نظر میگیریم در راستای x1 x2 و x3 میتونه بررسی بشه که بهتر است تو جهات مختلف اشار حرارتی تجزیه تحلیل بشه. مثلا برای نماد ماتریس هایی که لحاظ کردیم اشار حرارتی کلی میشه این عبارت داده شده که کای آی جی تغییرات تی نسبت به ایکس آی میشه اشار حرارتی در راستای ایکس در راستای آی. و همچنین میتونیم کانداکتیویتی اگر به صورت یک ماتریس در نظر بگیریم به صورت معکوسش هم در نظر بگیریم که بتونیم این رابطه رو بررسی کنیم. این عبارت بهش میگن اینورس ماتریکس یا ماتریس معکوس که اگر ماتریس معکوس رو ما به عنوان مقاومت گرمایی در نظر بگیریم یه چنین عبارتی میشه راحت R1 یعنی جمله اول ما میشه R1 R1 2 R1 3 الی آخر که R1 ها به صورت ترمال رزیستنس ضریب در نظر مقاومت حرارتی لازم R1 ها RIJ به صورت ضریب مقاومت گرمایی است و ضرایب RIJ به معکوس کردن ماتریس بر حسب کای آی جی نیز تعیین میشه. پس کای آی جی برابر با اگر کای جی آی باشه حالت تقارن داره و میتوانیم در این حالت یک چنین عبارتی رو بنویسیم که دلتای این برابر با ماتریس حالت دلتا تانسور ضریب گرمایی متقارن هست. دقت کنید متقارن هست و اگر نامتقارن باشه بحث دیگری خواهیم داشت. اونجا کای آی جی برابر با کای جی آی هست. حالت متقارن این در نظر گرفته شده و اینها هم ضریب فاکتورهای آی جی ضریب فاکتورهایی که برای دلتا لحاظ میکنه که اگر بخوایم مقاومت‌های تک تک اینها رو پیدا کنیم مقاومت این میشه منهای 1 به نمای 3 که این هم یک دونه ماتریسیه که ماتریس جمله اول این جمله این عبارت تقسیم بر دلتا که به صورت دلتای ماتریس تعریف شده است. تانسور کانداکتیویتی سیمتریکال بررسی شده. R1 2 هم همین الی آخر میتونیم اینها رو بررسی کنیم. این در این ضرب بشه این در این ضرب بشه میشه این عبارت داده شده. اینها قوانین حاکم بر چی؟ مقاومت حرارتی است. تعیین ضرایب هدایت گرمایی اصلی و محورهای اصلی. فرض کنیم که ما محورهای اصلی این تعیین میخوام بکنیم برای ضرایب محور اصلی در کانداکتیویتی بر اساس ماتریس کانداکتیویتی. اصل قضیه تعیین ضرایب هدایت گرمایی اصلی و محورهای اصلی. معادله هدایت حرارتی یک جامد غیر همسانگر در دستگاه مختصات x1 x2 x3 به این صورت نوشته میشه. اگر ما حالت تقارن در نظر بگیریم میشه این درست تقارن در نظر بگیریم این امکان وجود داره یک دستگاه مختصات جدیدی تحت عنوان کسی 1 کسی 2 کسی 3 به دست آید که شکل قطری آن کانداکتیویتی به این صورت خواهد و به شرط اینکه یک شرط کوچولو داریم به شرط اینکه ما دستگاه ضرایب هدایت حرارتی در محورهای K1 K2 K3
همه اینها در محور کسی یک، کسی دو، کسی سه باشند، بنابراین معادله هدایت حرارتی بر حسب مختصات اصلی جدید به این صورت خواهد شد که ضرایب هدایت اصلی کای مقادیر ویژه معادله از این طریق به دست میاد. این کای ماست، این ضرایب مقادیر ویژهش از این فرمول پیدا میشه، لاندا از این فرمول پیدا میشه. لاندا رو در واقع ما بهش میگیم یک معادله درجه 3 بر حسب لانداست، دارای 3 ریشه است، هر یک از ریشه ها به راحتی به دست میآید. اگر مسئله ما x1 x2 x3 رو لاندا برابر با k1 باشه، در این حالت برای 3 تا اگر فرض کنیم که لاندا 1 برابر با k1، لاندا 2 k2، لاندا 3 به صورت k3 به دست بیان، برای کوسینوس‌های حادی L1 L2 L3 که در نظر میگیریم در راستای کسی 1 کسی 2 کسی 3 و همچنین لاندا 1 برابر با k1، لاندا 2 برابر با k2 الی 3 یک ماتریسی بر حسب کوسینوس حادی خواهیم داشت که باز 3 تا محورهای L1 L2 L3 در مختصات به طوری از هم جدا میشن که ما چنین فرمولی براش بر حسب کوسینوس حادی خواهیم داشت. کوسینوس حادی مجموع اونها برابر با چی؟ 0 خواهد شد. این برای کل انتقال حرارت است. برای کل مسائل انتقال حرارت این فرمول رو ما لحاظ کردیم. حالا ماتریس ضریب حرارت برای سیستم های کریستالی، برای مواد مختلف ضریب ماتریس رو میخواییم بررسی کنیم. این فرمول کلی بود برای تمام سیستم ها. حالا میخوام برای سیستم خاص مسئله رو چیکار کنیم؟ تجزیه تحلیل کنیم. یعنی من میخوام برای تک کریستالی بررسی کنم، برای حالت مکعبی شکل بررسی کنم، مثلثی شکل بررسی کنم، برای هر کدوم از اینها کریستال های خاص بخوام بررسی کنم. تری کلینیک یک سیستمیه که میخواییم بررسی کنیم. 3 شیبه یا تری 3 شیبه کلینیک اینجا به معنی شیب، 3 شیبه. برای سیستمی به صورت 3 شیبه در نظر گرفتن ملاحظات تقارن، یعنی کای آی جی برابر با کای جی ای باشد، هیچ گونه محدودیتی روی ضرایب هدایتی وجود ندارد. بنابراین نوع مؤلفه کای آی جی میتوان غیر صفر داشته باشیم. اینو اگه کریستال هایی که میخوام بررسی کنیم کریستال های معمولی باشه یه چنین حالتی داریم که بهش میگن 3 شیبه یا تری گلیسرین. خب نوع دیگر مونو کلینیک است، یعنی تک شیبه. برخی از مؤلفه‌ها به دلیل ملاحظات تقارن صرف میشن، بنابراین تک شیبه خواهد. یه چنین حالتی بهش میگیم تک شیبه. این و این صفرن، این و این صفرن، تک شیبه. یکی دیگر بهش میگیم ارتو اومبیک، بهش میگیم راستگوش، ترجمه راستگوش بهش میگیم. کانداکتیویتی اون به این صورته، راستگوش میشه. یکی دیگر بهش میگیم کیوبیک
کیوبیک یعنی مکعبی دیگه، که اینا با هم برابرن و یک همه اینا با هم برابرن، یک چنین حالتی بهش میگیم سیستم مکعبی. بهش میگیم، بعضیا میگیم هگزاگونال، تتراگونال، تریگونال. مشخصه دیگه. تریگونال یعنی مثلث، تترو یعنی چهارزلی، چهارگوش، هگزا یعنی شیش گوش. اگر یک سلی اینجوری داشته باشیم از نظر کریستالی به این صورت باشه، کانداکتیویتی ما این خواهد الی آخر. حالا نگاه کنید که چگونه همه اینها رو میخواییم بررسی کنیم. یه دقیقه صبر کنیم، من یه جدول رو برای شما بررسی بکنم. ببینم چند نفر هستن. 18 نفر هستن، الحمدلله تعالی و المنت. خب برای آقای صبری حسن سرای، علی حسن سرای صبری، حسین احمد علی، نبیل جمیل صاف سلف، مشتاق صلاح الدین. خب حواستون سر کلاس هست یا نه؟ با کلاس این دیگه نه؟ خب یحیی مجید حمید، گوش کنین چی داره میگم. حالا بیاییم جدول این رو بررسی کنیم. ببینین اینجا یه جدولی از مقادیر ضریب هدایت گرمایی برخی از کریستال ها رو بیان میکنه. کریستال ها، برخی از این کریستال ها مقادیری از ضریب اینها خواهند داشت. اگر دقت کرده باشین در دمای 30 درجه بر حسب وات متر کلوین ضریب کریستال ها بیان میشه، به شرط اینکه کای 1 برابر با کای 2 باشه. اولین کریستال کوارتز از نوع سیستم مختصات اون سیستم مثلثیه، تریگوناله. کانداکتیویتی حاصل ضربشون میشه این عبارت، کاسه ما میشه، یعنی کا1 کا2 کا3 با هم فرق دارن. نوع دیگر سنگ آهک یا کلسیت هست. سنگ آهک یا کلسیت هست، از نوع تریگونال نوع کریستالش و کانداکتیویتی 1 و 2 اینه، 4 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2
و کریستال بعدی بیسموت هست. بیسموت این تریگونال هست و K1 9.2 6 و 7. و بعدی گرافیت که این کریستالش از نوع 6 سلیه، هگزاگونال هست. هگزاگونال برای این سیستم در نظر گرفته شده و ببینید چقدر K1 و 2 خیلی بالاست، کاسفش هم خیلی بالاست. می توانیم همه اینها رو برای این در نظر بگیریم. شما یک چنین چیزی رو لازم می کنید. همه این مواردی که داده شده برای انواع سیستم های کریستالی هست. حالا بحث بعدی تبدیل معادله هدایت حرارتی برای ناحیه ارتوتروپیک. برای ناحیه ارتوتروپیک تبدیلش رو میخواییم هیت کاندکشن ایکویشن ارتوتروپیک رو براش در نظر بگیریم. خب معادله ارتوتروپی کانداکتیویتی در 3 جهات مختلف فرق میکنه. کانداکتیویتی در راستای x y z فرق میکنه. ما اگه معادله حرارتی یک محیط ارتوتروپیک رو در سیستم جامد همسانگر در نظر بگیریم، این محیط در مختصات ریکتانگولار به این صورت نوشته میشه، مستطیلی به این صورت نوشته میشه که اگر تغییر متغیر بدیم، که بیایم تغییر متغیر بدیم که میگه تبدیل میخوایم بکنیم، متغیرها رو تبدیل کنیم x بزرگ برابر x کوچیک k تقسیم بر k این آخر، اگه اینها رو در نظر بگیریم این معادله میشه این معادله این و معادله این. k هم رفرنس مرجع است دیگه، مرجع همون رفرنس k مرجع که در نهایت میشه به این صورت قابل بیان کردن هست. اگه تبدیل کنیم اینا رو تبدیل کنیم یه مختصات جدید تبدیل کنیم میشه که در این حالت ما میتوانیم با استفاده از قوانین کا که الان عرض کردم مرجع K1 K2 K3 به نمای 1/3 دیگه این هم هست. بعد رو سی پی هم که قبلا خدمتتون عرض کردیم، رو دانسیته، سی پی ظرفیت گرمایی ویژه، جی تولید حرارت در داخل سیستم است بر حسب حجم مخصوص که نسبت اینها کا بر روی کایس دوم باید برابر با چند باشه؟ برابر با 1 باشه. یا این که کای رفرنس از این حالت به دست میاد. کای رفرنس وقتی بررسی میکنیم میشه این عبارت به دست میاد که جواب کلی مسئله است که داده شده. خب حالا اگر بیاییم این رو به صورت کای کلی بنویسیم، این میشه که اگه این رابطه رو تو رابطه بالا قرار بدیم یا به این صورت بیان میشه که اینها برای نحوه تبدیل چی هستن؟ ترانسفورمیشن هیت کاندکتیویتی به معادله چی؟ به معادله این معادله رو به معادله ساده این تبدیل میکنه. این روش بررسی. حالا روش خاص میگه بعضی از کلاس‌های مقادیر خاص عبارت داده شده. میگه اکنون میتوان بعد از اینها را به حالت فیزیکی ساده تر محیط غیر همسانگر تبدیل کنیم. اونا چگونه هستن؟ رابطه ساده تر میشه تبدیل کرد با فرض این که فرضش اینه که من اگر تحتی نسبت به x3 برابر با 0 باشه، یعنی حالت دو بعدی باشه، x1 و x2 فقط داشته باشم، فقط وابسته به x1 x2 داشته باشم، معادله میشه ساده تر به این صورت. شعار حرارتی میشه این که معادله حرارت به این صورت خواهد شد که معادله حرارت من برای شما چیکار کردم؟ حل کردم. این رو برای دوستان مورد نظری که داشتیم از طریق فلکس پی دی حل کردم. در مورد شعار حرارتی میشه این شعار حرارتی دوم در حالت خاص دیگری که میخوایم بررسی کنیم، فقط وابسته
اون حالت وابسته به x1 x2 بود، این حالت فقط x1 باشه شعاع حرارتی میشه، این شعاع حرارتی دوم شعاع حرارتی سوم میشه. به این صورت خواهد بود که معادله حرارت در حالت یک بودی فقط وابسته به یک متغیر میشه، این حالت خاص جواب میشه به دست. برای حالت x2 و این حالت رو بررسی. این صفحه چیه؟ جریان حرارت در عرض یک صفحه نازک کریستالی، یک کریستالی بسیار نازک بزرگی در نظر گرفته شده. این جریان حرارت رو میشه روی این صفحه در نظر گرفت. تا این قسمت بمونه، تا این قسمت جریان حرارت در راستای x اگر برابر با 0 باشه، سیستم مختصات از طریق سیستم مختصات فرق کنه بر حسب r و تتا اینا باشه، این جریان حرارتی در راستای x1 این میتونیم شعاع حرارتی رو به این صورت هم به دست بیاریم. اینا رو من بعداً خواهم گفت، یعنی تا این در واقع اینا رو یه مطالعه بکنی. L1 و L2 برابر با کوسینوس های عادی هستن، در راستای کوسینوس عادی در راستای x1 رو L1، کوسینوس عادی در راستای y میشه L2، کوسینوس عادی در راستای L3 میشه L3. تبدیل میکنیم، واحدها خواهم بود. میایم در نهایت یه چنین عبارتی رو خواهیم داشت. یه اجازه بدین ما دیگه این قسمت درس رو تموم کنیم و میایم تا قسمت 15-9 انشالله. یک بخشی میمونه، جلسه آینده 2 تا مثال هست، این مثال ها رو بگیم تا شما این مطلب رو خوب برای شما جا بیفته. فصل 15 بخش 9 در مورد هدایت حرارتی در محیط ارتوتروپیک میخوایم صحبت کنیم. ارتوتروپیک میخوایم انشالله جلسه آینده صحبت کنیم. هفته آینده دوشنبه این قسمت، همین قسمتی که الان خدمتتون درس دادم، میخوایم حالا تمریناتی این بحثایی که این داریم این رو در واقع انجام بدیم. تمام دوستان دقت کنن، برای من هر تمرینی که میفرستن تو اینجا بفرستن، تمام DDG، چون تمرینات همه باید یه جا جمع بشه. یه زحمت بکشین. داوود تمرین، این DDG تمرین @gmail. همه این چیزایی که قبلا هم فرستادین سعی کنین اینجا بفرستین، من یک جا داشته باشم. نه یه فصل دیگری هم خواهد بود آقای قدمی، یه فصل دیگری هم انشالله خواهم داشت که به شما خواهم گفت. باشه، پس زحمت بکشین تمرینات رو تو این ایمیل بفرستین. تمرینات، تمام تمرینات در این ایمیل مجدداً ارسال کنید، حتی کویز را. داریم کلاس ساعتی چند شروع میشه؟ ساعت همین ساعت شروع میشه دیگه، 9:30 شروع میشه. یه خورده دیر، 20 دقیقه دیر اومدیم. من قبلا ارسال تمرینات ایمیل. خب سعی کنین بفرستین اینجا اگه اونجا ایمیل ارسال کردین، چون بعداً شنبه ساعت 10 بود، نه 9:30 شروع میشه. میگه ساعت 10 ولی 9:30 شروع میشه. آره ایراد نداره آقای حسینیان، ایراد نداره آقا متین جان. سعی کنین تمرینات این فصل رو در واقع با هر طریقی که میخواین، با پایتون میخواین، با فلکس پی دی میخواین، با سیستم تمرین انتهای کتاب تمرینات هست دیگه. ببین الان نگاه کنین حدود مسائل کتاب، حدود 15 تا مسئله کتاب هست تو اینجا دیگه. اینا رو لطف کنین برای ما بفرستین دیگه، یواش یواش حل کنین. منم کویز میخوام بگیرم از این 15 تا میگیرم.
از همین 15 تا برای شما کویز خواهم گرفت. آره جانم، سوال داری؟ من در خدمتم. استاد من قبلا ارسال تمرین رو به یاهو دوباره ارسال کن، چون یه جا میخوام جمع کنم، همه رو یه جا میخوام جمع کنم. زحمت بکشین دوباره اینجا هم بفرستین. ایتا فرستادی؟ ایتا رو من کم باز میکنم، دارم ولی کم باز میکنم. اگه بتونین ایمیل کنین راحت ترم. اگه بتونین ایمیل کنین بهتر، راحت ترم. جمیل باشه. خب بچه های عرب زبان هم صدای ما رو متوجه میشن، خیلی خوبه. من هرچی فارسی صحبت میکنیم الان متوجه شدن. بعد اون گفتن تمام دوباره هم ارسال میکنیم. باشه. آقای جمیل دوباره گفت که هیدر فیصل گفت من دوباره ارسال میکنم. نشون میده فارسی بلده. خوبه یاد بگیرین یواش یواش، بعضی کلمات رو یاد بگیرین. منم یواش صحبت میکنم، هم انگلیسیش هست هم فارسیش هم هست. خب موفق باشین. آرزوی موفقیت بر تک تک شما دارم. خدا یار و نگهدار شما.